پف ابرام، خور نیابتی، پف اتمی. عظما چی شد؟ چیه؟ عظما اومدن بلند زدن. شو، وقتش رسیده. تو کی هستی؟ منم اجل معلق. ترسیدم بابا، فکر کردم اغتشاش شده، فتنه‌گرا اومدن. من اومدم جون تو بگیرم. جون منو بگیری؟ چرا بگیری؟ من تازه اول جوونیمه، کار و بارام همش مونده، هنوز اون ته جیب ملت یه مقدار مونده که من باید اونو قرونبا کنم، اختلاسام مونده، کلی دریاچه هست باید خوش کنم، نمیشه که ول کنم اینا رو برم. این خبرا نیست، پاشو جمع کن کاسه کمچه رو. نه نمیام. نمیام. اگه راست میگی اول برو سراغ جنتی. تو مثل که زبون خوش حالی دیستا، یعنی من میام این تو در و داغونت میکنم تو را. حسن فری تویی؟ حالا دیگه کارت به جایی رسیده که واسه من فاز عجن ملق برمیداری؟ بابا عظما دیگه کار تمومه. این همه سال من خودم رو جرواجر کردم که تو زهر بخوری، نخوردی. این تو بمیری دیگه اون تو بمیری ها نیست. زهر چی رو بخورم غلاب؟ زهر بخورم نظامی باقی نمیمونه که توش کد کنی تو. ببین زهر رو نخوری خودم میشینم جات، من میخورم به جات. بابا عجب لاشخوری هستی تو. اعتماد به نفس تو رو کاکتوس قلو میداد ساری 3 بار. تو آخه چی داری که یابو برت داشته؟ عمامت که سفیده، مدرکت که تقلبیه، تو رو چه به این حرفا؟ یادت رفته خودت چی بودی؟ بگی آخوند روزخون بیشتر بودی تو. اگه شیخ اکبر ما نبود دورم نمیشدی، چه برسه به ولی فقیه. حسن سر به سر من نزار، میدم تورم مثل اکبر جونت استخری کنن ها. ببین این صحبت ها نکن، الان دیگه وضعت خرابتر از این حرفاز عظما. نه نیابتی واسد مونده، نه مجلسی، نه دولتی. از این گمپزا در نکن که اصلا به ریختت نمیاد. اینجوریه؟ پس بگیر که اومد. مجتبی، موجی، بچه ها رو قطار کن یه حالی به این حسن بدن. نه ای خاک بر سر من که کارم به جایی رسیده که اینم واسه صندلیم دندون تیز کرده. ای به خشکی شانس.